حادثه شنیدم از نزدیکانم. گفتند فلانی آدمی خوب بود، از عالم گذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از الله هستیم و بازگشتمان به نزد اوست. نقل کردند که در روز جنازه و روزهای بعدی زنهای محله مرده را کنار مانده غیبت میکردند. چنین میگفتند میدانید سبب مردن مرحوم دخترش بود. او بسیار پدرش با پرابلم‌هایش ضیق میکرد. حال آن که پیدا شدن و مردن در دست الله است. هیچ برگی از درخت نمی افتد به آگاهی الله. این در سوره انعام آیت 59 آمده است. اینک نقل میکنم. دختر کلین خاندانی دیگر است. شوهرش یک نفر بیایید حاجی نام بریم. وقتی که کلین خانه یعنی او همان دختری مرحوم میفهمد که شوهرش زنی دیگر گرفته است، خرخشه و نافهمی های اویلوی را سر می کند. کلین خانه مشکلی هایش را هرگاه به خانه پدرش می کشانیده است. به آن معنی که شوهرم زنی دویم گرفت. من با وی زندگی کردن نمی خواهم. قصه کوتاه زنی دویمش صاحب فرزند می شود. اما زنی یکم شرط می ماند. من یا او. همین طریق حاجی به خاطر ویران نکردن عائله رسمیش گویا از زنی دویمش جدا می شود. اما الله تعالی می فرماید از زنان هرچی شما را پسند افتاد 2 2 3 3 و 4 4 به نکاح درآورید. سوره نساء آیت 3. یعنی جاهلیت مردم نادان به ویران کنی عائله ها آورده می رساند. عمل شوهر گناه نبود. شوهر از حقوقی که برایش الله تعالی داده است استفاده کرد. زن اگر صالح می شد شوهر را احترام کرده و باز علاوه بر این نمی رنجانید تا راه آخرت خود را هموار کند و به بهشت حرکت نماید. اما مردن پدر سببش دختر بود. سوال: ارکان ایمان را نگاه میکنیم. در حدیث آمده است: یکم ایمان به الله، دویم ایمان به فرشته ها، سیوم ایمان به کتاب های آسمانی، چهارم ایمان به پیغمبران، پنجم ایمان به روز قیامت و نهایت ششم ایمان به تقدیر، هرچی نیک است و یا بد. ایمان به تقدیر. فرمان الله تقدیری حل شده است. سوره اصحاب آیت 38. پس چنین که باشد ما باید از گناهانمان پشیمان باشیم. چند گناهی که مردم کردند. یکم مرده را مانده غیبت کردند. دویم نافرمانی به گفته های الله یعنی مانع زنگیری شوهر شدن. سیوم تقدیر ما را الله پیشکی حل کرده است، چنانه که در سوره اصحاب آیت 38 شنیدیم. در این حادثه کی درست است و کی خطا کرده است ما چیزی نمیگویم. خلاصه از جانب شما الله تعالی ایمانمان را کامل گرداند و ما را به راه راست هدایت فرماید.